گفتار ادبی. شنوندگان عزیز، حالا گفتار ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی بشنوید. سیبی نیم گزیده. در دماغ بوی تیر ماهان، مردی خوش لباسی آلفته ماشین را در روبروی یک مغازه شیشه بند باز داشت. خاطرات دیرین وی را به این منزل راه بلد بودند. در بند هیجان آینه پهلو در را با پخش یک تگمچه فراورد. همان دم هوای سلقینی بگاهان پنجه به موی و رویش گذاشت و او دستان در چنبری رول دلی سیم سیم به درد آمدهش در تصرف یک سیاهی غش آور به همان سمت نگریست که از در آن بنا مردم قصبه شاد و باد در او برا می کردند. قوطی پرتاو چون در ازل کنارتری در آمدگاه می ایستاد. اطرافش ناتازه، پس مانده های سیگار، شیشه های خالی نوشابه ها، لفافه یخماس و کدام نوع شیرینی ها پریشان می خوابیدند. چند نفر در گوشه خندان سیگار می کشیدند و از لبون مدام به سخن گرفتار آنها دود حلقه حلقه به آسمان می خیست. مرد این همه را در روشنی چراغ‌های قدیرا که از دور بلند پایه‌های بتونی ایستاده انوار دیدگان خود را به اطراف می بخشیدند، بله به حد بی پروا هدیه می ساختند، با خسته‌جانی عظیم مشاهده کرده اینک از دیدن جای شناس و منظره نیز به تغییر محیط ناعیان آه کشید و همان درد هرینه قدیمه‌اش باز نمک خورده و دوچندان به سوزش آمد و روحی نفس را به او تنگ نمود. دست مانده اول معوای درد، بعد ابروانش سر به سر گلوی خود را مالید و از شدت علم چشمانش نم از بینای مغازه و اطراف آن نگاه برچید که از دل پنجره های سراسر شیشه‌کاریش پرتو چراغ‌های داخلی آن به حد بیغمانه به اطراف می‌خزید و آهسته به آغوش انوار نور افکن‌های قدیرا می درآمد. این هنگام سکوت شامگاهان از ناله مرغکان شاخساران و صدای موسیقی شوخه که از داخل یک ماشینی درهایش باز پر می‌کشاد خللدار می‌گشت. باز آوازی گاه پست و گاه گوشخراشی محرک‌های خودروی در حال حرکت به سمع مرد می نشستند. اما به این سر و صداها او چندان اهمیت نمی داد. به گرداب خاطرات پیشین خود غرق بود. به فرق از 25 سال پیش حالا بای است او. ماشین بهترین زمانه در تگ پایش. جای زیستش هم تو ندارد. یک قصر با شکوهی در قلمرو انگشت نمایه. غالباً زندگیش از مال دنیا بی نیاز است. به قول میخوردهش در پیش و ناخوردهش در قفا، اما حسرتی کشنده در قعر ضمیر دارد وی. همین حسرت گاه غلیان کرده هستی مرد را به غم می پیچاند. به تحلیل خودش ایام بچگیش بی‌غبار نبودند و هر سطر صحیفه آن کتاب فرسوده عمر او
عبارت از آب چشمهای بودند که تحملش بعضاً از اراده آدمی بیرون است. اما حالا برخلاف این، یادت گرامی، بچگی پر از عذاب من. زیر لب نجوا کرد مرد و آهسته تگمه گریبان کرتش را کشید و آه کشید. اگر آن سان تیره و تار نمی بودی، شاید امروز من مرد ثروتمند پیشگاه نشین نمی گشتم و از باردان ماشین قوطیچه مخمل پوش زیبایی را گرفته، در حالی که دلش ته کشیده و گویا به تخت پشتش می چسبید، آهسته و با احتیاط تمام کشاد. مایه آن قوطیچه زلبیا عبارت از یک پوچاق سیب کیها آبش گریخته و به حد خرد شده بود. مرد مدتی به آن تومار یادکشای آوانی بچگی نگریسته، سری از شدت اندیشه ها درد گرفته‌اش را بروی چنبری رول گذاشت. به چشمان غم‌آلودش آب دویده به یاد آورد که یک زمانها خیال خام او را به کوی آوارگی کشیده با مشقت گور روبرو ساخته بود. آن وقت با قدم نخستین تاریکی شمال بسمیل از نو جان می گرفت. اینک هوای معتدل و فارم روزانه به سلقینی گرویده، نفسی بیدادی بادی بیدار مؤثر و غالبانه به تن و جان موجودات نامش سبز نشسته لرزه به اندامشان وارد می ساخت. از تأثیرش برگهای اکنون فرتوتی درختان خنک خورده و دندان به دندان می زدند. طبیعت در صدد یک تبدلات کلی قرار داشت. گردش ایام از آغاز ماه‌های تیره سال پیام آوردند. بادی خزان از آن می خواند، بلکه هزیانی داشت در لب. پسرکی زهیر چهره لاغرندام که سر و رویش به غجدی ها آلوده و لباس تنش دریده و خیلی چرکین بود، از سردی شامگاهان درق درق لرزیده در نزد قوطی پرتاب مغازه راست می ایستاد. شاید قوطی خود را از این مکان می جست او، یا از مرد و زنهای خوش لباس مراعات انتظار بود، مگر گاه گاه جانبشان امیدوار می نگریست. از نگاه چشمانش معلوم بود که از مردمی عین حال آینده و رونده ذره در دل هراس دارد. ممکن شرم می کرد. خیالش اگر حرفی ضمیرش را بیان سازد، کدام ناانصافی از کوی آدمیت دور لطی خواهد داد، یا سخن سخت گفته دلی به این هم نیمه او را خواهد رنجانید. بروی آیندگان و روندگان ذهن مانده صورتی هر کدام را به آینه ضمیر انداخت، اما یگان چهره بدل نزدیک را نیافت. همه گویا پابند تفکر خود بودند. برخی شتاب زده، عده بی‌پروا، و به نظر پسرک چنین می رسید که وجاهتی کلشان چون نفس پاییز خزان آور است. نهایت آسمان ابرآلود را می ماندند که یقین از دیدنش
به دوش احساس گرانی تحمیل می گردید. بله، یگان آدم موافق را وا نخورد وی که ماده دل کفانده و عرضی مدعا بکند. آخر خیلی گرسنه است او. روزهای آخر غذای کافی نخورده است. یک لحظه قبل کافته و نهایت از میان غرم پرتوهای بدبوی یک سیب نیم گزیده ای را یافت. آواه، چی خوشبختیه! گویا دارایی به دست آورده باشد. از شادی در کرته خود نغنجید و آن عطای این لحظات به همتای خدا را به کمزلچه‌اش مالیده زود زود گزیده و خاییده فرو برد. به هر نوبتی دندان ماندن در قعر ضمیر پسرک کدام اندیشه گره خورده و سخت می گشت و سرانجام آن افکار سنگین به اشک مبدل شده از نابه چشمان غمگینش چک چک بر روی گونه های چرکینش دویدند. نگاهی دیدگانی مغمومش به ژرفنای تاریکستان اطراف و پسمانده آن سیب حیات بخش را در پنجه فشرده در دل عهد کرد که اگر خداوند به اجل صبر بدهد حتما ثروتمند می‌گردد. به چی وسیله نباشد. البته به پوچاق همان سیب را به چی اندیشه به قوطی نه بلکه به کیسه کمزلچه‌اش انداخت و زیر پنجه دوباره سخت فشرد و تلخ گریست. این دم در نزد او دو صورت ژولیده پیدا شدند که آنها را از پس پرده اشک بدید. حالی نزاره داشتند آن مردان خدا. موی و ریش‌های رسیده و لباسی به گندگی ها آلوده شان چنان نفرت آور بود که گویا خوگزاده در صورت بنی آدم باشند. از آن مخلوقان بعضور جنبنده عجب نیست که سیاه مست هم بودند. تعفن بد و دل بیجا کننده به دماغ پسرک نشست. همان دم با آستین بینی خود را پوشانیده با تنفر آشکار سویشان نگریست. آنها قوطی پرتو را تیت و پیت کرده از لب شیشه های خالی نصیبه خود را نوشیده در زبان حرفی ناسزا به پسرک الا الا نگریستند. تو از کدام گور پیدا شدی ترمیزک؟ گفت با عربده یکی از آنها. پسرک چشم گریزانده به پیش پایش نگریست و آنها دیگر او را به حالش گذاشته با تلاش و غوغا به شغل خود ادامه دادند و نهایت در بند ناکامی همانی که لحظه قبل بالای پسرک خشم خود را ریخته بود با ندامت به سخن آمد. دیدی جانی امک، انصاف نمانده است به آدمی زاد.
اقلاً یک دو جرعه نگذاشته همش را پاک نوشیدند حرامی ها و شیشه های خالی را با قهر به قوطی پرتافته 2 کاسه پس مانده سیگار جمع نمودند و گوشه را گرفته به راحت خود ادامه دادند. پسرک حال خود و آن بندگانی به خانمان خدا را به قیاس گرفته سخت مشوش گشت. ترسید که اگر در گیرودار این حیات مرکب جای خود را پیدا نکند بیشک در قطار همان نسخه های آدم صورتی بدبوی خواهد درآمد. با این اندیشه خلدار سر به جانب تیریزه مغازه گرداند. در رفها گونه گونه غذا، کاغذشان منقش، 10 نوع شیرینی ها را چیدند. 1 سو میوه های تر و تازه، 1 سو. اکنون آن مردان بدبو به موقت حریم اندیشه هایش را ترک کردند. هوشش به بلای دامنگیری شکم درماند. دهانش مجدداً آب گشوده از بند دلش ضعف زد. در خیال آن خوردنی های لذیذ آهسته لب لیسید. اگر در جیب پول می داشت البته وارد این مغازه مملوی غذا گشته انتخاباً یگون چیزکی شیرین نمی خرید و به درد آه کشید پسرک و دوباره غمگین از دل گذراند. اما به بخت بد کیسه هایش غریبند، بلکه آنها پولش چیست از روز ازل نمی دانستند. با طبع بی نهایت خیره چشم آن ژولیده تنهای منفور را چپ داده باز به قوطی پرتو خم شد و به خود و کار خویش نفرت ورزیده کافت و کافت. یگان چیز به ذهنش ننشست مگر از این شغل دل به حضور کننده دست کشید. خنک خورده به کمزلچه چرکینش درستر پیچید. دستان خود را به هم ساویده به آستین بخست و غنچه شده سر به گریبان کشید. اعضای وجودش ناعیان می لرزیدند. موی فتیله پسرک در دم باد تیر ماهان پریشان و مهین شین و خیز داشتند. او با نگاهی خسته و غمگین دوباره به مرد و زنهای خوش لباس نظر ماند. آنها به حد بی‌پروا از نزد او می گذشتند و یقین حتی زمین پیش پایشان را حس نمی کردند. شاید او را نمی دیدند، بلکه می دیدند اما اعتباری نمی دادند. گویا دیده به مثل او مخلوقان دستشان از دامن حیات کنده شده عادت کرده بودند. پسرک در مدت این روزها حیات پیچیده خود را بارها پیش نظر آورده اکنون از کرده خود کمی پشیمان شد. چرا جای گرمش را گذاشته به کوی غریبی سرخلاند؟ با همه مشکلاتش، جبر و جفاهایش، به هر حال شکمش سیر بود، سرپناه داشت. ولی حیات یتیمخانه چنان دلگیرش کرده بود
که زندگانی آزاد را اولاد دانست. خاصه از جبر یک تربیتگری خانه بچگان به تنگ آمده و عاقبت از آن کلفت سرا فرار کرد. به پندارش بیرون از چهار دیوار این منزل حیات در جوش و مالامال از خرسندی ها بود و امروزها در پوست خود می سنجید که خروس ایام در همه جا یک خیل جیغ زده است. جفاهای دیده خود را یک یک پیش نظر آورده همین حیات آزاد را با آن زندگی با مروت یتیمخانه به قیاس کشیده پشیمانی دلش بیشتر گشت. چی کار کند؟ آیا دوباره به آن درگاه برگردد؟ یا در سر چنین اندیشه ها چشمش به ماشینی افتاد که نوکک در نزد مغازه قرار گرفته از دری آن خانم به نهایت لطافت فرامد. آن زن به دنیای افسانه مانند غوتور با در کتف سمکچه مجلا و در بغل یک سگ بچه خوشروی داشت. مویهای سگچه با سلیقه تمام قیچی زده و بالای سرش در مابین دو گوش آویزانش جمع آورده شده است. و دسته کرده و میانش را با متای نفیس بستند. گویا یک دسته گل زیبایی باشد. با هر قدم گذاشتن آن خانم مهین الوانج می‌خورد. از میان تاره تاره موی‌های به پیشانیش آویزان سکچه دو چشمکی بازینگرش خوشبخت و به طور عجیبی می درخشیدند. از کلی مهربانی ها برخوردار که بود گویا خود را در آسمان هفتم تصور می کرد. آن مخلوق ناز پرورد نازی داشت که گاه فوکی باریکی خود را بر رخسار زن گردانده زبان مانده و بر روی رنگین و نهایت خوشبوی وی را میلیسید. زن هم این لحظه ها به وجد آمده شانه های نازک سکچه را مالیده از صدق تمام به سینه پخش می ساخت و سر و روی آن جانورک دلجویش را می بوسید و می بویید. سکچه نهایت نوازش ها دیده زبان سرخش کشال به پسرک نگریست. به نگاهی حسدباری وی مقبول نآمد مگر نارضا او صدا بلند نمود. پسرک در جواب بدقهر زبانش را نشان داد و مسخره نمود. سگ بچه دوباره صدا بلند ساخت و نارضا به چشمان صاحبش نگریسته مینگاه زد: آرام شو شیرینم، اعتبار نده به آن بی‌ادب. با نوگی چشم به پسرک نارضا نگریسته سگچه رنجیده را دلبرداری نمود زن و به سوی بی‌تمیز مشتی تهدید برداشته: احمق، گفت چشمانش غضب جوش. پسرک رو به سمت دیگر گردانده لب گزید و غضب خود را فرو برده و دیگر گپ قطع نکرد. آه من صدقه شوم، آه من بنده شوم، واه من بیمورم. این حرفای دلجوی زنی تناس که به گوش سگ بچه ارکتای شیرین شیرین میریخت چون تیری تفنگ به دل پسرک نشست. به گوشهای وی عجب نافارم رسیدند
و بوری غمش را گرانتر ساختند. آه مادر جان، کجایی تو؟ کجایی تو؟ چشمانش غرق آبی حسرت و غم به آسمانی چکم پوش نگریست و از کنج لبانش یک ناله کندی بیشتر شبیه زوزه مخلوقی مجروح به مدار خزیده بغل مغل صحن مغازه منحل گردید. یتیم بود پسرک، یتیمی زنده جدا. یک زمانه ها تحت نوازش های گرم مادر قرار داشت. پدری مهربان ایرانی‌سایی بود. عین افسانه بود حیاتش. باغچه می رفت و هر بیگاه سری دوشی پدر سوار شادان به خانه برمی گشت و شب را در آغوش مادر می گذرانید. آغوش دلجو، آغوش معطر از بوی حلبو. کو آن ایام بهشتی، کو از یاد آن دمهای مسرت بار دلش ناعیان گم زد. اما در دنبال حیاتی تلخ جدایی پیش چشمانش پدید آمده. عذوبت آن خیالات لحظه‌ایه را بالکل باطل ساخت. یاد دارد که تقریباً 4 سال داشت او. پدرش ناگه به زن دیگر مهر مانده عائله خود را پرتافت و رفت. مادری جوان در چهارسوی تقدیر تنی تنها از مشکلات سر و بر ساختن کودک خردسال جان بر لب گشت. مگر یا کی می داند شاید در اشتیاق آغوش مرد تا از دم خود خلاص شود یک سحر وی را به یتیم خانه برده و سپارید. من البته می آیم شیری آچه. تو قابل شدشین گفت و دیدگانش لانه اشک شتابان به در رفته بود. او با همین پسرک چند سال راه مادر پایید. انتظاری های بدتر از مرگ او را چنان خسته نمودند که ایها خیال میکرد هر دقیقهش مانای سال باشد. این مدتی به پندارش نهایت طولانی و دلگیر کننده پسرکی به حکم تیر را گویا بر محل پیر ساخت. نه بلکه اسیر کرد. اسیری وقت، اسیری آرزوهای دیدار و نوازش‌های دوباره مادر، اسیری 4 دیواری حیات یک نواختی یتیم خانه. پسرک در ماورای برخوردهای گنده و نقص مانده نمی توانست تصمیم نهانی بگیرد. مغزش چون خودکار زود اندیشه می زاید و این فکرهای بی سر و نوک تیز گذشته و بعضا دوباره تکرار یافته او را دو دله می ساختند. مثلا می اندیشید که از این بعد چی کار کند؟ کجا می رود؟ چی طور در آزادی نمرده به روزی نو می رسد؟ به یتیم خانه برگردد یا نه؟ مگر به این مانند صدها سوالی بی پاسخ به سرش در آمده
آن بیتی هنوز کوچک و شنگ را به لانه آرو مبدل می ساختند و نهایت تصمیم گرفت که دوباره به یتیمخانه بر می گردد. به هر حال جای گرم است و غذای رایگان دارد. مادرش هم او را کافته روز آنجا خواهد آمد. البته می آید او. مهری جگرگوشه از نو رو گرفته آن مشتی پر را به سراغ فرزند زنده یتیمش خواهد کشید. آزادی پر از جفا پسرک هنوز خام را به حد ترساند که وی به این خلاصه خود اقرار گشت. اما در دل عهد نمود که می خواند حتما آدم می شود. با راه حلال ثروت اندوخته در مضافات به خانه فقر زوال می آرد. نجات خود را پسرک در اجرای همین آرزوهایش دیده انبان پر از آمال سره راه به سمت یتیمخانه گرفت. مرد این همه را در یاد دارد. با هر بار گشادن آن قوطیچه زیبای مخمل پوش همین خاطرات به جلوه آمده با زبانی گویا به او تاکید می سازند. کی بودی تو و به چی مقامی رسیدی؟ وی سر از چنبر اداره برداشت و به قوطیچه مخمل پوشی در داخلش پوچاق سیبی خشک شده غمگین نظر افکند. آن یادگار زمانی بچگی را به دیده های حال و نمش مالیده از آینه پیشارو به آسمانی پرستاره نگریست که ماهی نو چون کودک نوپا محو حیرت این عالم زیبا به هزاران پرسش دل بی‌غبارش پاسخ می جست. مرد با داس هلال زیبای آسمان ها اندیشه های بد را از دل خود خیشاوه کرده اکنون خیلی بردم کلید ماشین را تاب داد. این دم در دل عهد کرد که سر از صبح دیگر باز به همین مغازه خواهد آمد. به تمام کالای آن را خریده یک قسمش را به فقیران خواهد بخشید. قسم اعظم آنها را به بچگان یتیمخانه تحفه خواهد برد که در دامنش بچگی او گذشته بود. شنوندگان عزتمند، شما گفتار ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی شنیدید. سر به پای زندگی بین آدم میره ما زاده مهنت زاده میره ما زندگی هر چند گیر دابی مرکب میتنه ساده ساده زیسته هم ساده میمیره ما
ساده ساده زیسته هم ساده میمیره ما. مجمعی عیب و گناه بوده مگر در زندگی، با همه عیب و گناه آزاده میمیره ما. مستی ما هستی ما بود نپستی ما. ساغر بینه مگر به بادم میره ما. ساغر بینه مگر به بادم میره ما. اجل تا مجالی واپسین دل دادم میره ما. مثل مردی قله پای ما یکی مرگش قله است. از بلندی سخن افتاده میمیریم ما. از بلندی سخن افتاده میمیریم ما. از بلندی سخن افتاده میمیریم ما.